سلام، استان تهران هستیم. جنوب غرب استان تهران میشه شهرستان اسلامشهر و جنوب اسلامشهر میشه شهرک واوان. وسط واوان میشه میدون امام خمینی، سمت راست میشه خیابون مطهری، سمت چپ میشه خیابون بهشتی که گرونترین خیابونای شهرک واوانه. حتی مطهری از بهشتی هم گرونتره. چرا؟ از همینجا مشخصه. عرض گذر اصلی مطهری از گذر اصلی بهشتی بیشتره. روبروی بانک ملی که اینجا من نشونتون دادم یه مغازه 100 متری با بر 7 داریم. ما از مالک زمین بدون واسطه قیمت مناسب کارشناسی شده. الان بر اکباتانو من 1 میلیارد و 300 قیمت دارم. به مالکش گفتم بیا 1 میلیارد، معامله نکرد، گفت 1 و 300 کمتر نمیدم. تو بهشتی وسطاش متری 800 900 تومن قیمت میدن، ولی اینجا رو قیمت مناسب میگیریم، تا نصفش هم تعادل میگیریم. و من میدونم این ماهامال یعنی بزرگترین مال جنوب غرب استان تهران اگر افتتاح بشه، مالکی که اینجا رو خریده پشیمون میشه، انقدر که مشتری اومده براش.